مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به ملاقات قسم نوبرداری این نیوت خبر داد که صبح بر وقت 22 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 0:53 دقیقه یک پلنگ وحشی به اوغل ساکن دهه سیج نویه روشخلای ولایت مختار کوهستان بدخشان در آمده به چاروای خانگی در افتاده است. در نتیجه حیوان وحشی 18 سر چاروای خرد را نابود کرده است. در گذشته هم از حمله پلنگ برفی در دهات کوهستانی بدخشان خبرها به دست می رسید. چون این حمله های حیوان وحشی مخصوصا پلنگ و گرگ و گاه و حتی خرس به ساکنان این ولایت بلندکو به ویژه در فصل سرما که جستجوی غذا برای حیوانات وحشی مشکل می شود و آنها مجبور می گردند که در جستجوی صید از کوه پایین فرآمده به محله های اهالی نشین نزدیک شوند. بیشتر به مشاهده می رسد. از جمله شب 6 نوامبر سال 2023 در دهه سپنج جماعت برتنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان پلنگ وحشی به اوغلهای مردم حمله کرده بیش از 30 سر چاروای خرد ساکنان برتنگ را درانده نابود کرده بود. همین طور شب 5 نوامبر سال 2023 یک پلنگ برفی به چاروای خانگی یک ساکن دهه نمجراج جماعت دیوات توسیان نویه روشقله حمله کرده 14 سر مال میده از جمله 9 سر بز و 5 سر گوسفند را کشته است و یک سر گوساله را زخمی کرد. شب 3 مارس سال 2022 تقریبا ساعت 0:30 دقیقه یک پلنگ برفی به چاروای خانگی در اوغل یک ساکن دهه انبه جماعت برواز نویه روشقله حمله آورده 6 سر چاروای خرد را نابود کرده بود. همین طور صبح 23 فوریه سال 2022 تقریبا ساعت 0:30 دقیقه یک پلنگ برفی به اوغل یک ساکن جماعت برواز نویه روشقله وارد شده به چاروای داخلی آن حمله کرده بود. این درنده 20 سر چاروای خرد را درانده و یک سر چاروای کلان را معیوب کرد. همچنین صبح بر وقت 20 اکتبر سال 2021 تقریبا ساعت 04:00 دقیقه یک پلنگ برفی به اوغل یک ساکن جماعت زانگ نویه اشکوشم حمله آورده 31 چاروای خرد را نابود کرد و 2 سر چاروای کلان و 8 سر چاروای خرد را زخمی کرده بود.